شما از ذهن سنی استفاده میبرید؟ مثلا از چت جی پی تی یا دیگر برنامه ها؟ نه، ما استفاده نمیبریم. چت جی پی تی این یک چیزی هست که در این دور زمان قریب همه استفاده میبرد، از خرد تا کلان. حتی من در هندوستان که بودم، حتی پروفسورها با این چیز کار میکردن. ما برنامه گیس رویان جی اس رو در اونجا میخوندیم. آنها همه استفاده میبردند. وقتی چیزی رو نمیفهمی از اونجا میپرسی و بطور معلومات رو خواهی کوتاه کرده، خواهی مفصل کرده میفهمونه. نه، ما استفاده نمیبریم، لیکن درباره این معلومات خوب داریم. برای جامعه امروز این چیزی بهترین است، لیکن در جای ما برای استفاده برش امکانیت کم است. در دهه، در شهرها، مثلا در پایتخت، در ولایت امکانیت های وسیع هست که او را استفاده برند. چیزی خوب است، برای جهانی شوی بهتر است. ذهن سنی به شما یاری میرسونه؟ خیلی خیلی یاری میرسوند. ما چیزهای نو میفهمیم، چیزهایی را که از اینترنت یافته نمیتونیم از چت جی پی تی میفهمیم. درس ها برای ادیت صورت ها، برای مقصد صورت ها را ادیت میکنیم، ویدیو ها را ادیت میکنیم. مقصد سوالای لبای خیلی سوالای درسی باشه، سوالای مقصد برای کار باشه، برای بیزنس باشه، همش ازش میپرسیم. علایده همش جواب میده. خوبیش در آن است که همه چیز عادی میکنه. تو مشکلی نداره که وقتت رو دراز کنی، مثلا با کتابخانه روی یا که با یگان راهی دراز روی که مشکلیت رو حل کنی. یک فرمایش میدی و مشکلی تو همین خطی حل میشود. منفی خوب بسیارتر نداره، چون ما مثبتش میاندیشیم. برای که مثبت بسیار داره، ما میتونیم چیزایی را که نمیفهمیم و سوال کنیم میتونه جوابش بده. بسیار مثبت است. منفیش هم میتونیم بسیار کسا از بسیار استفاده میشه و دیگه خیلی میشه هر کس نظر به اون سوال و استفادهش. همه چیزها در همین دنیا چیزی را که ما به فهمیش استفاده میبریم میتواند ضرر بیارد و چیزی را که ما به فهمیش استفاده میبریم میتواند پلوسی کلان بیارد. برای اون پیامدهای بد دارد که یعنی انسان تنبل کردنش ممکن است. خب اوش مستمی یک نرم افزاری است که میتونه چیزی که سوال کنی و جوابش بگه. اما ما میتونیم اگر میخوایم تنبلی نشه و دیگه نشه، کتابا رو مطالعه کنیم. وقتی ما سوال میاد میتونیم بریم کتابا رو مطالعه کنیم و بگیریم جواب خدا. اما اوش مصنوی چیه که مثال چیزی که سوال میگه ظرف یک منیت برای تو میتونه جوابش بکشه. با فکر من در سال زمان حاضر باید این چیزا باشند و باید ما این چیزا را آموزیم، از خود کنیم، برای اون که عصر 21 است، سال 25 است، تکنیک پیشرفته ایستاده است.